با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه دوستان گرامی. در مورد سوالی که برای یورو یو اس دی مطرح شده، فعلا بازار تحت تاثیر این حرکت شارپ و لانگ هستش و خب هرچند به موضوع حرکت اسپایک نرسیدیم، اما شرط اول قدمان است که بیایم و طول این حرکت اسپایک تقریبا 100 پپی رو اندازه بگیریم، ببینیم برای کدوم تایم فریم. در تایم 4 ساعته همچنان 3 برابر گام حرکتی و در دیلی نداریم، بنابراین حرکت ما برای تایم فریم 4 ساعته هستش که بازار تحت تاثیر اون حرکت هستش. از طرف دیگه ما در تایم دیلی یک لانگ شادو داریم که واکنش داده به ناحیه هیدن پولمون و بنابراین انتظار این هستش که بازار ریزش داشته باشه، ولی اگر برگرده در آینده این سطح شکسته خواهد شد. هیدن های ما تقریبا میشه گفتش که یک بار مصرف هستند و اما برای ورود و بهترین ورود یا این که شما بر اساس این شادو باید دبل تریگر میکردید، یعنی میرفتید در تایم فریم 5 دقیقه و در این ناحیه می اومدید و با شکسته شدن سطح اینجا، چون حرکت حالا شارپ هستش، سطح ما قبل و سطح قبلی، در واقع حالا ما قبل که میگیم بعضی وقتا دوستان میگن چرا میگید ما قبل، و این سطح یعنی در این ناحیه وارد میشدید با استاپلاس بالای همین حرکت برگشتی، همین حمله دوم یا بالاتر دیگه، بستگی به میگم اون سبک و روش خودتون داره. این میشه اصلش که باید این بالا باشه و یک حرکت 7 پپی از همین ناحیه 14 پپ 7 تا 21 پپ پایین تر، این هم 21 منهای 3 که میشه حالا چقدر 18 پپ و تقریبا توی این ناحیه تارگت 1 رو میزنه. این که مرحله 2 شما بعد از دیدن تارگت 1 بیاید و این حرکت رو فری ریسکش کنید. ببخشید من صدام گرفته و دیشب تا 4:30 در خدمت یکی از حضرات بودیم و به سوالات ایشون جواب میدادیم. صبح هم که جمعه هستش و باید پاشیم بریم به امورات برسیم و اما هنوزم صبحونه نخوردیم و به حال صدای صبحونه نخورده در خدمت شما هستش. این تارگتی که برای شادو بود و تریدی که بر اساس همون شادو انجام شد، یا اینکه شما طول حرکت و 4 ساعتی که تشخیص دادید میاید توی 1 روبه و در 1 روبه به نظر من چون بازار تحت تاثیر این حرکت شارپ و لانگ و 50% هستش، بهترین کار این هستش که ما شکسته شدن یک لو مینوری رو حداقل داشته باشیم، یا اینکه همین خط روندی که ترسیم شده خط روند برکوت بشه و بخوایم وارد بازار بشیم. تقریبا میشه همون ناحیه هایی که با شادو وارد شدیم و یک حرکت رو گرفتیم، تقریبا ببینید شکسته شدن همین ناحیه. اون موقع شما میتونید بیاید یک استاپ داشته باشید 10 پپی یا نهایتا مثلا 15 پپی و انتظار شکسته شدن این لو رو داشته باشید که بازار 15 که بخوایم در نظر بگیریم و یا اینکه بخوایم بریم تایم بالا رو ببینیم که اصل موضوع 30 پپ هم هستش و تارگت اصلیمون از های به وجود اومده 30 پپ پایین تر، هایی که میایم و ورود میگیریم ازش 30 پپ 30 تا تقریبا منهای حالا اون 3-4 پپی که توی ATR 1 روبه هستش، این ناحیه ها، یا این که اصلا از بالا هیچ فرقی نمیکنه. از بالا شما بخواید در نظر بگیرید، ببینیم اون که گفتیم اگر بیاید بخواید یک پیوت از دست میدید، اگه بخواید تریگر بگیرید، اون پیوتی که دارید از دست میدید
برای این تایم میشه که در آینده شما باید صبر کنید و اون ریترن تو پیوت، این پول بکی که هستش بیاید بگیرید، ولی اینجاها این ترید زود هنگامه، این ترید زود هنگامه و هیچ مشکلی نداره و اصل سه تا چند تا 3 تا 9 تا 90 پپ تقریبا از این های به سمت پایین 90 پپ 90 منهای چند 90 منهای 7 و این ناحیه ها یعنی 83 تا این سطح، اینجا هم تقریبا 80 تا، یعنی بازار خودش رو باید به این گره معاملاتی برسونه. بنابراین ترید سلی که دارید، میگم من زیاد روی استاپ ها تاکید نمی کنم به یک روش خاص، چون واقعا بستگی به روحیات اشخاص داره. این که من بیام بگم انحصارا مثلا به فرض مثال من استاپمو میذارم یک پپ بالای این شادو و بیاد مثلا چه میدونم بزنه، ببینید الان اینجا این استاپ رو تاچ نشده ولی به هر حال شانسی بوده تاچ نشده و این که استاپ اون ترید بالای این سطح باشه یا این سطح، کل این فاصله یه چیز هولوش 5 پپ هستش و شما به خاطر 5 پپ هیچ وقتی یک ترید، یک موقعیتی که دارید رو سعی کنید از دست ندید. حتی این بخواد بیاد استاپ هم بخوره چیزی عوض نمیشه. بنابراین شما تارگت شادو رو دارید و با شکسته شدن این سطح میتونید انتظار این داشته باشید که بازار امروز رو هم یک بار تست نزولی داشته باشه، اما کمی تا قسمتی دیگه مشکوک میزنه، چون یک بار یک ریزش داشتیم. اگه خاطرتون باشه اینجا یکی از دوستان اومده بود و وارد بازار شده بود در هفته قبل، میگفتش که چیکار کنم؟ گفتم که مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش و به هر حال باید صبر کنه و تحمل کنه تا بازار حرکتش انجام بده، چون دیگه هیچ کاری دیگه ای از دست تریدر که زود هنگام وارد شده و واقعا هم نمیدونیم که حالا زوده یا دیره، به هر حال سطح هستش و بعد از این حرکت ریزش گفتیم این آقازاده اینجاها بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم، تقریبا این ناحیه، آره همین توی همین نواحی بود که می اومد و حالا ورود زد هنگامی که گفتم خود منم ترید کردم و دارم چرت میزنم، یک بار، دو بار و موضوع الان روی بار سوم هستش. یک بار جهیدی ملخک، دو بار جهیدی ملخک و مواظب سومی ها باشید که یه وقتی خدایی نکرده نیفتید توی مشت اون پیشگویی که به هر حال توی قصه بود. این هم بار سوم و احتمال یک حرکت دیگه هم داریم، اما دیگه برای بار چهارم خواهشاً ریسک نکنید. موضوع اصلی باید بعداً بریم توی تایم فریم های بالاتر ببینیم که چه اتفاقی داره میفته و شادویی داریم که 50%ش دیده شده، پس احتمال این که بازار پایین بیاد وجود داره. اما نکته اصلی این هستش که شما یک تک پیوت اینجا دارید و تک پیوتی که 50%ش تاچ شده، همون ترید روز اول که بر اساس فیبو آرک گرفته شد و در حال حاضر هم چون سوال دوستمون تمرکز روی این ناحیه هستش که چه جوری ترید کنیم، ببینید گفتم یه دونه همین شادو، یه دونه هم که توی تایم یک روبه و این که شما اومدید از این شادو به این کلوز این ترسیمو داشتید، ببینید شما هیچ لویی در این ناحیه ندارید و اگه بخواید حساب کنید این لو شما باید برید ببینید که برای کدوم سطح و کدوم در واقع بخشید تایم فریم هستش. شما اومدید این سطح رو کشیدید که بدون اینکه بخواید و به صورت ناخودآگاه اومدید و دبل تریگر کردید و به هر حال ورود شما بر اساس دبل تریگر و اون شادو بوده که حالا باید دیگه انتظار این داشته باشید که بیاید و ادامه حرکت رو داشته باشیم و بگیریم. موضوعی که توی این ویدیو که داره به 10 دقیقه هم کشید خیلی زیاد شد و من صبحونه نخوردین همه حرف میزنم، وای به حال این که صبحونه بخورم و خدا به داد گوشهای شما برسه. اما اون مدیریت سرمایه‌ای که مثلا میشه مد نظر داشته باشیم، شما بیاید و ریسکی که میخواید اینجا انجام بدید تقسیم بر 3 کنید. یکی شو
همیشه به حالت فری ریسک نگه دارید و دو تاش اینجا ببندید. اتفاقی که میفته حتی اگر این بازار برگرده و بیاد و استاپ لاس شما رو بزنه، یکی از اون دو تا ترید شما با این یکی یر به یر شده و یک ترید دارید. این برای زمانی که شما از 1% ریسک به 3% ریسک برسید میتونید این کار رو انجام بدید و همیشه به این حالت هستش که انگار دارید همون 1% ریسک رو میکنید و بنابراین همه مسائلی که در قبل بهش اشاره کردیم و در موردش صحبت کردیم و این هم که انشاءالله دعا کنید. الان ساعت چنده؟ ساعت 10 و این حرکت بازار فرانکفورت تقریبا و پیش مقدمه بازار فرانکفورت و انشاءالله که سطح مورد نظر شما هم، یعنی مورد نظر من هم، شکسته میشه تا ترید شما به سودهای بیشتر برسه. موفق و مؤید باشید و تا بعد.